سلام علیکم عزیزا، امیدوارم که خوب باشید. بازم از داخل موتر همیته که میبینید الهه خانومه کیمیا الهام خانومه نه دیگه بازم رایش کم کجا ریزش دمی سر چشتی دیگه. آره دیگه ساعت 2 دقیقه متون چنده. خلاصه این که میخوایم بریم چیز بریم انگور دیگه. ما خواستم که برایش یک ولاگ هم داشته باشم، برای اینکه از تمام محصولات باغ برایش ولاگ داشتم ولی از انگور نداشتیم دیگه. با این حال قد از ما باشید تا اونجی و بریم بخیر ببینیم که ننیم از یا گاتر رفته صبحی رفته سایکن منگور جمع کده نکیده دیگه. ما بریم ببینیم دیگه. قدش می یک جای الهه گلمه حرفی داری؟ من خواستم بگم که دوستان باز ما باشین دیگه. قد از ما باشین. اینی هم که است از زیبایی ها و قشنگی های مسیر را. البته از مسیر را زیاد برایشون ویدیو نمیگیرم، برای اینکه این مسیر را تقریبا هفته یک بار دو بار حتما متعیمونیم و شما هم بیننده هستید دیگه در هر مناسبتی، ولی زیاد نمیگیرم. خب خلاصه یک ذره برای فقط قشنگیش در شما نشان میدم که فراموشم نشونه. او مای گاد چقدر آفتاب است، باد است دیگه. رسیدیم از زا اینه میده که میبینید لاله ما اور موتر را پارک کرد و موریم سعی کنیم که خانه کدام آقایگون مستن ننیم از یا در باغ در خانه یا کجایی نه؟ آره دیگه باشید. قد از ما مقصد هم آفتاب و هم باد. او مای گاد اینه رسیدیم اینجا خانه آقایم از یا هم اولی قشنگش. البته تکراری برایشون چون همی چند ولاگ قبل هم که دیدید همی بود. کاش که یک دفعه این انگورها رو داشت نشان بیدم. خب اینی که است انگورهای اولی آقای مزه میبینید از دا مانو زید مندش نی نکدم ها. باش انگورها رو داشت نشان میدم. همین دیگه همین ششتیت نمایی در سرطاب شده. خب ننه ایزیا کجا بود لاله؟ خب ننه مزید او اولی آقای نبود و اما دیگه اولی دیگه آقای فکر کنم دیگه اولی باشه همون باشه این اولی دیگه آقای من خوبیش عالی قشنگ. بریم بخیر در باغ برده انگور کنده صافتا و نه این اینجی نه یمی زمینه که زمینه خدا بیامرز با اونه را گل کشت کده نه دیگه گندمش خلاص شده و اینجا هم گل کشت کده. چی؟ اینیش ماشه های چی ماش بایی اونوش گوله. اینی هم دیگه موریم سمت باغ از خودگون نه. از دل بعد دوستا در باغ رسیدیم. آره در باغ رسیدیم. یکم دورتر برای لابای ما میو. آره خب آره دیگه امروز که هستم چون نابهنگام هم دیم همون تا که گفتم فقط موریم انگور بیریم انگور بچینیم دیگه را وسط اول هفته دیگه وسط هفته دیگه وسط هفته از او خاطر چیز است دیگه را که کلاس رفتن نمو شدن و نمادن هم دیگه ما خودم که بیکار بودم بلده انگور که بلدهش مو ولاگ داشته باشم آمادم. اینی هم انگورای خوشگل مشکل ما از انگور یا انار؟ نه انار یا انار بخیه حواس پرت بود. باین اینجا زو باین. او مای گاد یا الهه کلمه اینو نشون بده. اینی هم انگور ببینین چی انگور خوبشه هنوز نرسته اینو هاش و انگور یک رقم هسته که داخل از نا گومه دیگه نه. اینی باید برگایش رو کردم که شما ببینید اونطوری هم طول میکشن. دمی آفتاب از ذا نمیدانم که تمام باغ رو در شما نشان بدم یا ندم، هرچند که شما زیاد دیدید ولی در فصل انگور ندیدید و اینا نام خدا انارام خوب کچک چشته دیگه چیز است. بریم یکم جلوتر. خب
انارا را ببینیم که انگور منده یا نمنده. البته انگور کشمشی را میگم منظور من، دیگه انگورا که منده، دیگه انگورا تا انگورای لال حتی هنوز نرسیده. منظور انگور کشمشی که خدا رو شکر خلاص شده تا این هفته ما رسیدیم و اینقدر از ما به هر صورت پر حرفی نشد. الهه گلمه انارا رو نشون بده. خوب دیدنم شد. بیا بیا واه واه واه، انگورا میگم انارا رو ببینید ازا. یعنی تا خوب شده بذار یک دانش بکنم. الهه یک دانش بکنم. نمیدانم. سبون دانش بکن. اینا البته نرسیده هنوز چون انار وقت دوره دیگه، اینجا دیر میرسه و اینی تر شده دیگه. فعلا هم خوردن نمیاد. خوردن نمیدونم واقعا مغز از این چیز رقمه. الهه گلمه اینا رو نشون بده. این درخت پوربا رو، این دوتا رو. اون دو گوشک میبینید از در چا میزنه از خاطر دیگه. اینم الهه خوشگلی فیلم بردار امروزم. ننه این دیده او گوشک بود آتای کجا شد؟ اون جانگور میچینه. نه اون دو گوشکه خدا پشت رفته. نه هست اونه انگور میچینه. یم ننیم خداتیم. سلام. خب نه خب بچه ها یک بریم از اون طرف از پشت انگورات و بیخ ننیم مثلا که کجاش داره. یم ننیم چیز خیلی جمع کده. انجیر یک چندانه جمع کده زیادم نه. اینی هم پشت تاک انگورا. مای گاد. از دیر از او باغ بر شدیم آمادیم دایی باغ ریزه که دایی باغ ننیم از انگور جمع کده. دو باغ که بودک انگورای کشمشی رو مگه خلاص شده و اینی انگورا را صبحی تبالم ده جمع کده. اینا لی را ده جبه میچینیم. اون دوار نفچیم دیله نه مشتر ده؟ مای دیگه زر داری؟ این مرغا که دانه نمیله نومید مرغا. سایه میزنه افتاب میزنه. اینم خدا خوب کلو چندید. اونو طرف خیلی افتاب میزنه. اینجاش هم کلی اینیش هم هسته چطور جانم می میخورم بیار. اینم ظریف خانومه. مرزی خانومه چطورید؟ خوبم شکر. جانمانشم جوره؟ شکر. به نظرم کلو گرمیک دید. آره. تو چطوری؟ ما خوبم گرمیک دیم ولی آره دیگه. این افسوس بهتره ده؟ کلاه اخبار کدم وقتی که یک ما بدون صبح دسته چرخ باید ماتیت گفتی دسته چرخ برده نمیشه. اصلا بودن نمیشه. نه این یک دننی است. عزیزا یه انگور را که هستن ننیم خداتیم که هست صبحایی هم در چینده. خب باز میخواسته که اردوش خد بینز از خودون خوب بیره. باز دیده که زیاد است خد بینز ورده نمیشه. باز لالین زنگ زد که خد موتر غرازه خواهی بوده. خود موتر غرازه چرم ده اینی تو مرغا خورده بچه یه چه اینی پشت رید نشته بود یه نشته دم پشت. نه جان اینیش که خوب شد میامون سطل از مور بیدوید رازای مردی جان می سطل از مور بیدی. این جبیل که مام خوب پشت سطل از خودم. قشنگ در ویدیو بگی خوبه شما ببینید دیگه ایشی. نه خود صاحب خانه ای گفته، صاحب باغ گفته، چیزی گفته او تکو نمیشه. نه خو قصه که دختر و بچه ها ولی بیا ما چی بیا سلام سلامت جان بخیر. شما خوبید دختر خوبه؟ خوب کربلای جان مزدار الاول خوبه. کربلایی می‌خواستم بگم خانه‌ای می‌خواستم بگم دادان جور نمی‌بود. خب باید حمله نیم بیچو خلاص نشد. از یک دوشی جبه خور کن. دقیقی من ده او باید صاحب آدم کیست کنه زحمت بشه چه چکشتم نوش مرغا بخور. چرا؟ ای اکثر مرغا خورده این طرف هایشتا. مرغا مخوری خون میشه خلا مخورده. بچه میه کی کربلایی زیاد از زور مرغا بلش خیلی. الله سیره دادن از ما مرغا کیه. خبر ندارم. آدم دیگر مرغا دیگر سکوچه دیگر. باید کدام چیز گفت نمیشه. یا زاکس یا آدمو ولی از این قدر. دوزم میه نه؟ آره. دیروز دو جا این جام پشتم دوم جام.
خیر همین پرنده مرنده نخواه دوست خیر آدم دیگه ای بیجاد ای طرف خوب کشمشی هم بوده ده امو آدم کشتم سر خود کش میشیه لالای تو چیکار بلدش نمیچینی بس ما صابریم ما شما نمیخوردن خرم بود؟ ما مخریم دیگه زیاد دایده بوده اینا زیاد نمون یعنی تا خوب شید دوستا غیرو که یعنی تا مثلا مورچه نه چیز خورده کلونی هایشی را زنبور مرغا مرغا خورده هایشی فرما باشه کلونی بعد خوب شید از ما را چل پاک شدیم آودانی مرغا گشتیم آره خب بگن اینجا لالای جان خوب شد بیچینو بلده خوب من خوشم بیموری نه یک این خاطیش نی ما زمان کشنه شکلات را جمع کنم ما گفتم چی؟ راست مگه بوبر نه بودون که موری بوبر بچه و کاشم نمیخوای نداره مخم مادون میده باغ مادون تام شد زیم نه مخرم تو تایر کده بگینم بخوری شما تایر کده مرا برده و که نام خود سایره نه کربلایی مخریم خوردون مخریم یک ننگورم نیرو بخوری یک کنیشی خود لالی دیگه تمام نه اره چی بدمزه شدی؟ خیلی بخشت ما مزه نکرد باشه این دفعه نخش بیا بوبه اینا از کی هستم مامان؟ نه از ما تنها هستم کم نشونم بگرد اون موقع سنگور را بار کده در آمو برد داخل ماشین بله یک دو چار دیگه از اینی هم دیگه تا قابود آخرش رسیدیم و انگورا را میده که میبینید ننیم از صبحی جمع کده چیندد و مو که هستیم اما دیم فقط جابا جای به جای کردیم دیگه قابو خلاص اصلا بیدون قابو دیگه اینی آخرایشیه لالیم هم که در آمو برد موتر بچه خورد تو چرا دوران تو رم گمیل پیشتر کشیم ما مورم دوری دونانو لالای که آره دیگه دوستا مو انگورا رو جمع کردیم دیستی ننیم خداتیم درد نکنه نه آتیشم جمع کردید یا نه نه تت نبود آتیم کجا بود آتت تو بیخ دو چاپ نرفت خطون خلیفه جمع ننیم خاتون خلیفه جمع کردم انگورا را و خاتون خلیفه منظور محمود دیگوی دیگه آره آتیم که بود نبود دو باغ کجا بود که پیشتر نشان دادم در پیش چاکنا که ما نرفتم از اون قسمت ویدیو نگرفتم و دیستاردش درد نکنه دیگه خیلی زحمت کشته دیگه آتا جان هر برای بیشتر نداری ایش نه جان دیگه در ویدیو بگیرم تا چلت را آتا جان ایسو سیکو خب هر برای گفتن نداری جای امیر لاله مزیا آصیف لطیف عارف کسایی که در بیرونه جایشون خالی مو انگورا رو مخوریم دیگه آره نوش جان زردالو رو خوردیم نوش جان از مو انگورا رو مخوریم آره نوش جان آبور دیگه بیا بالا وی انجیرم خندم خود با قوت باشه آره خودتون خودتون گفتم نمو دیگه از خاطر خدافزی کردی؟ خدافزی کرد دیگه ما دیگه نمو بچه دیگه ما انجیر کنم وسایل دیگه تو امید ماریالی اینیم دیگه خریشی اینی انجیر یک خلطه جمع کردیم انگور اینی سطل که خوشی از مویه چند جبه یکی مو نموده کارمونیه خب از دیل اینی هم بود از برنامه امروز از مو که انگور چیندیم بلدشم و برنامه انگور خورا قدش مشارک کردیم واقعا خیلی گرمه در گرما آمدیم در گرما پس موریم دیگه ننیم قداتیم هم شوششتک موتر اینجا آماده منتظریم که بگیم به قصیر لاه گمشتد حال بگیم پشتی لاه رفته گمشته خب به هر حال این حال مایه بخیره دیگه
موریم خانه. برنامه بیشتر از این به نظرم طولانی نشه، برای شما خواسته کن تمام نشنه دیگه. تا ویلاگی بعدی، تا ویدیوی بعدی دیگه. خدا حافظ همه مزا. لایک، کامنت و سابسکرایب هم فراموش نشه دیگه.